ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори ҳаштумро аз рӯи романи нависанда Муҳаммадзамони Солеҳ «Девори Хӯросон» дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. محمدزمان صالح دیوار خراسان. قصر شاه. خواجه بزرگ در سرحدات جنوب و غربی کشور یعنی خراسان و فارس وضعیت ناآرام است. یعقوب لیث همچنان به لشکرکشی های خویش ادامه می دهد. او بعد فتح گرگان و طبرستان قصد فارس دارد. از این رفتار یعقوب لیث خلیفه معتمد راضی نیست و از این ناآرامی ها بیم آن دارد که مردم عراق بر ضد خلیفه برانگیخته شوند. امیر نصر: وضع کشور ما چون است؟ خواجه بزرگ: در قسمت شمال و شرقی یعنی فرغانه و اسفجاب و چاچ وضعیت آرام است. در اطراف بخارا یکی از دزدان حلقه ای را با خود گیر کرده است. آنها ریندان و اوباشان و عیاران روستاها هستند به تعدادی 4000 و بین رامیتن و برکت راه میزنند. بنابر به خبرهای تازه ایشان قصد غارت بخارا را هم در سر دارند. امیر نصر: علتی به عراق عجم لشکر کشیدن یعقوب چیست؟ خواجه بزرگ: میگویند وقتی خلیفه از لشکرکشی یعقوب لیث به گرگان و طبرستان آگاه شد، به حاجیانی که از خراسان به حج رفته بودند پیغام داد که ما قبل از این یعقوب بن لیث را به ایالت سیستان سرفراز کرده ایم. اکنون که علامت طغیان از وجانتی حال او ظاهر شد، حکم میکنم که بر وی لعنت کنید. چون حاجیان خراسانی به اندازه از یعقوب میترسیدند، جریان حال را به او گفتند. او به نیشاپور بازگشت و برای تسخیر فارس عازم آن منطقه شد. دیگر این که یعقوب لیث یکی از سرداران سپاه خود به نام محمد بن زیدویه را به حکومت کوهستان فرستاده بود، ولی چندی بعد او را عزل نمود. محمد بن زیدویه به جمع دشمنان یعقوب پیوست و به نزد محمد بن واصل حاکم فارس رفت و او را بر ضد یعقوب لیث تحریک کرد. یعقوب حکومت سیستان را به ازهر بن یحیی سپرد و برای سرکوب کردن آنان عازم فارس شد. یعقوب در ماه شوال به فارس نزدیک شد و چون به استخر رسید به آسانی بر آنجا تسلط یافت. احمد بن عبدالله خوجستانی بر یعقوب عاصی شده است و بیم آن دارد که در خراسان آشوبی برانگیزد. امیر نصر: در چنین وضع برادری ما به هیچ سبب به سمرقند برمیگردند، به تدریس علوم عقلیه مشغول می شوند. محمد بن نوح: امیرم، ابا ابراهیم افسرده و غمگینند. 1 سال و 1 ماه می گذرد و هر روز به دیدار جناب عالی می آیند ولی بار نمی یابند. خواجه بزرگ: الحال پسی در نشستند. امیر نصر: بفرمایید با ایشان دیگر چه طور رفتار نماییم؟ محمد بن نوح: خواهش میکنم امیرم، اگر از ایشان جرمی به نسبت جناب عالی صادر شده است از دری داد و بخشش درآیید. عبدالجبار بن حمزه: ایشان را دیگر باره به بخارا بفرستید. امیر نصر: ایشان از این امر سر زدند و به هیچ دستور بخارا را به حال خود گذاشته به سمرقند برگشتند. من نمیدانم که چی میخواهند. محمد بن نوح: من کفالت میدهم که ایشان نیز همچنین میخواهند
و ثانیاً در چنین وضع به بخارا رفتن ابا ابراهیم ضرور است. امیر نصر: نمیفهمم، این خواهش شماست یا ابا ابراهیم؟ احمد بن نوح: خواهشی هر دو طرف. امیر نصر: خواجه بزرگ چی میفرمایند؟ خواجه بزرگ: من هم به این فکر موافقم. برای خطه بخارا از امیر اسماعیل بهتر نامزدی نیست. با بخارا رفتن امیر اسماعیل وضعیت آن ولایت آرام میگیرد و خاطر شاه هم نیز از سرحدات شمال و غربی کشور مطمئن میگردد. عبدالجبار بن حمزه: فضل و کمال، تدبیر و دانش و سلحشوری ابا ابراهیم همه جا که ایشان بر رسالت رفتند نمودار گردیده است. خواجه بزرگ: همه کار امیر اسماعیل رستمانه است. مشکلات را روی ضرورت جای به حسن تدبیر و جای با زور سنان حل کردند. امیر نصر: مهتری گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و ایز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. بعد از مکث دور و دراز امیر اسماعیل را دعوت کنید. حاجب به هیجان از در بدر می شود و پس از لحظه‌ای با امیر اسماعیل بر می گردد. امیر نصر هنوز شعر می خواند: خون خود را گر بریزی بر زمین، به که آب روی ریزی در کنار. و به استقبال امیر اسماعیل می رود. همدیگر را آغوش می گیرند. همه شاد و خرسند می نمایند. امیر نصر قدم زنان به سوی تخت و پشت به جانب حاضرین می گوید: ما تصمیم گرفته ایم و همچنین دوستان شفاعت کردند که شما را دوباره به بخارا اعزام نماییم. امیر اسماعیل: شاهم. امیر نصر سخن او را بریده، مجال گفتن نداده و سخنش را دنباله می کند: هر آنچه بود و گذشت ما فراموش کردیم. دانستن می خواهیم که در این خصوص فکر جناب عالی چیست؟ آیا به تصمیمات ما شفاعت دوستان موافقند یا نه؟ امیر اسماعیل در برابر تخت به زانو می زند و زمین می بوسد: شاهم، شاهم، بنده سری مو بر رضایت شاه هم مخالفت نکردم، حتی در پیندارم نیز به خویش اجازه ندادم که خلاف رضایت جناب عالی بیندیشم. معذورم. امیر نصر: به گذشته ها صلوات. برخیزید، زانو شکستن کار آزادگان نیست. هنوز در آهنگ سخن امیر نصر ناباوری و رنجش احساس می شود. امیر اسماعیل همچنان اضطراب زده و خجالت کشیده از جای می خیزد و به شاه تعظیم می کند: امیر نصر، این بار ما به شما آزادی های زیادتری می دهیم. آنچنان که صلاح می دانید عمل می کنید. خراج یک ساله ولایت بخارا 500,000 درم را تشکیل می دهد و وظیفه شما بی تأخیر به بیت المال فرستادن آن است. و خواجه بزرگ مراجعت نموده: وضع کنونی بخارا را به ایشان بفهمانید و اگر دیگر دستوری دارید بدهید. امیر اسماعیل: من از اوضاع بخارا و نواحی گرد و اطراف آن با خبرم. امیر نصر: پس آدمانی برای خود نزدیک را انتخاب کنید. هرچه تیزتر خوبتر. وضعیت هرچه زودتر به بخارا رفتن شما را تقاضا می کند. شما تصمیمی کی را در کدام وظیفه با خود گرفتن را کرده اید؟ امیر اسماعیل: بله شاهم. امیر نصر: بفرمایید. امیر اسماعیل: پسر عمی بزرگوارم محمد بن نوح، اسمت بن محمد مروزی، فضل بن احمد مروزی و عبدالجبار بن حمزه را. امیر نصر: به استثنای محمد بن نوح
و عبدالجبار بین حمزه به باقی موافقیم. به خواجه بزرگ منشور ما را به این مضمون برآرید: ابا ابراهیم امیر بخارا، اسمت بین محمد مروزی وزیر و فضل بین احمد مروزی دبیر. باقی در صلاحیت خود امیر اسماعیل است. امیر نصر از تخت پایان می آید. برادر را دیگر باره به آغوش می گیرد و از جبین او می بوسد و دیگران امیر اسماعیل را به نوبت مبارکباد می کنند. امیر نصر ابراهیم را از زیر بغل گرفته تا به نزد دری برآمد گسل می کند. امیر نصر: امیرم گمان نکنند که طی این مدت فارغ از اندیشه ایشان بودیم. شما همیشه در دل منید. خدا یارتان باد. امیر اسماعیل: خداوند نگهدارتان باد شاهم. دیگران: پناه به خدا. امیر نصر بر می گردد و به محمد بین نوح و عبدالجبار بین حمزه رو می آرد. امیر نصر: بودن شما اینجا نزد من ضرورتر است. من به فضل و رای شما محتاج تر هستم. آنها تعظیم می کنند. ما بنده شاه هم هستیم. امیر نصر: فردا امیر اسماعیل براه می برایند. تدارک سفر ایشان را باید دید. باید تمام بزرگان دربار و ولایت سمرقند به گسیل امیر برایند. باید تجلیل گسیل پرشکوه گذرد تا امیرم بدگمان نروند. منشور ما را به همه ولایت ها بفرستید با ضمیمه آگاه کننده از وضعیت کشور و ولایات همجوار. امیر نصر هینی سخن کردن به نزد پنجره می آید و به سوی چارباغ می نگرد. شیرها رها شدند. غلامان از ترس و هراس به هر طرف می دوند. امیر آهو را می کابد ولی در هیچ کجا نظرش به آن نمی افتد و بی اختیار اندیشش به صدا در می آید. شیرها رها شدند. خواجه بزرگ: شاه هم چیزی گفتن می خواستند؟ امیر نصر هیجان زده: شیرها رها شدند. و غوغای روی باغ به درون قصر رسوخ می کند. همه به نزد پنجره ها می دوند ولی کسی در بی خطر کردن وحشت شیرها اقدامی نمی کند. قصر شاهی به اضطراب و هراس می افتد و آفتاب غروب می کرد و به مثل تشت تفته سرخ شده بود. اعیان و اشراف، بزرگان دولت سامانی با سرکردگی امیر نصر و امیر اسماعیل از قصر شاهی به در می شوند. مردم شهر همه به گسیل امیر اسماعیل برآمدند. ازدحام اشراف از میان کوچه های شهر گذشته به دروازه سوخت می رسند. امیر نصر بار دیگر با برادر خیر و خوش می کند. ابو نصر احمد را آغوش گرفته می بوسد و سر دختر خردسال امیر اسماعیل را سیله می کند و بعد با دیگر همسفران او خیر و خوش می کند. قافله براه می براید. خواجه بزرگ و عبدالجبار بین حمزه به نزد امیر نصر می آیند. امیر نصر پریشان خاطرانه به عبدالجبار روی می آورد. امیر نصر: یا ابوالفتح، این کودک را که به بخارا همی فرستیم تا ما از وی چه خواهیم دیدن؟ عبدالجبار: شاهم اندیشه بد مکنند که او بنده شماست. شاهم هرچه فرمایند امیر اسماعیل همان کند، هرگز خلاف نکند. امیر نصر: نه چنان است به حقیقت که من میگویم. عبدالجبار: شاهم باز چه حکم کردند؟ امیر نصر: اندر چشم ها و شمایل وی خلاف و عصیان همی بینم. قافله روندگان درون غبار راه گم می شوند. نگاه امیر نصر به دنبال آنها ره می بندد.
بخارا. تمام بزرگان ولایت بخارا با سرکردگی ابوزکریا یحیی، ابوالحفص صغیر و شورطه بخارا حسین بین اعلی در درآمدگاه کرمینه انتظار ورود امیر اسماعیل ایستادند. امیر اسماعیل با همسفرانش نمودار می شود و بزرگان بخارا از اسبها به زیر آمده به استقبال او می روند. امیر اسماعیل با نزدیک شدن پیشوازگیرندگان از اسب پیاده می شود و به تقلید از او اهل رکابش نیز پیاده می شوند. امیر اسماعیل اول ابوالحفص صغیر را به آغوش می کشد و بعداً برادرش ابوزکریا را و مابقی دست امیر را می بوسند. آنها چند فاصله پیاده رفته بعد به اسبهای خیش می شینند. از میان کیشزارها و باغستانهای سبز و خرم می گذرند و به بخارا می رسند. اهل بخارا پیر و جوان، زن و دختر به کوچه ها ریختند و از امیر اسماعیل استقبال می کنند. خیلی امیر اسماعیل در درآمد بخارا توقف می کند و امیر با وزیر و دبیرش از همسفران جدا شده به قبرستان می روند و 2 رکعت نماز گزارده باز بر می گردند. امیر اسماعیل به خواجه ابوالحفص: کوتاهی گذاشته را بایستی اصلاح کرد. خواجه ابوالحفص: فال نیک است، انشاءالله دیگر همه کارها به سامان خواهند شد. امیر اسماعیل: لا عمل الا بالنیت، یعنی هیچ کردار ارزش ندارد مگر به نیت. و باز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود: همانا کردارها در گروی نیت هاست و هر کس هرچی قصد نمود برای اوست. اینما الاعمال بالنیات ولکل امر ما نوی. حاج ابوالحفص: برای من فضیلت امیرم معلوم بود ولی نه بدین درجه. امیر اسماعیل: چه جای تعجب؟ سیرت شاهان همچنین باشد. مگر سیرت سیاووش کمتر از سیرت عیسی علیه السلام بود؟ خواجه ابوالحفص: امیرم. امیر اسماعیل: یعنی قصد من این نبود که او را قیاس با پیغمبر کنم، بلکه میخواستم بگویم در گذشته شاهان این سرزمین مسئولیت دینی مردم را نیز بر دوش داشتند. کماکان بنده از حکومت کردن چنین برداشت دارم. امیر اسماعیل به سوی خواجه ابوالحفص لبخند میزند و قافله باز به راه میبراید. همچنان از هر طرف صدای دف و سرنی و شادباد و زنده‌بادها بلند است. مردم همچنان تا درآمدگاه قصر شاهی بر امیر خود زر نثار می‌کردند. خیلی امیر اسماعیل در نزد قصر از اسبها پیاده می‌شوند و غلامان اسبان را به استبل می‌برند. آنها وارد قصر می‌شوند. ابوزکریا یحیی: از این گونه استقبال مردم از امیرشان کس شاد می‌شود. بخارا پزمان امیر خیش شده است. امیر اسماعیل: نه، بخارا پزمان آسایش و آرامیش شده است. ابوزکریا یحیی: نام امیر اسماعیل رمز آسایش و آرامیش کشور شده است. امیر اسماعیل از راه رفتن باز می ایستد و با تعجب به برادرش خیره می شود. امیر اسماعیل: تا فردا عاملانی برکد و رامیتن را حاضر کنید با قضاتشان خود به خود. دیگر هر دزد و عیار دعواگری تاج و تخت شده است. به همه در این کشور هر کسی باید مقام و مرتبه خیش را شناسد. و ابوزکریا: درباره وضع کشور معلومات تیار کنید. با حسین بین اعلی لشکر در چه وضع است؟
چرا قادر به تأمین آسایش مردم کشور نیست؟ وضع سرحدات مملکت چون است؟ ابوالحفص: امیرم برای بازرسی به این مسائل فردا فرصت می یابند. حالا خوب می بود اگر امیرم غبار راه می افشاندند. امیر اسماعیل: مگر با چنین وضعی می شود فراغت کرد؟ لحظه همه جا را آرامی متیش فرو می پیچد. امیر اسماعیل پس و پیش قدم می زند و باز سخن می کند. تحقیق کنید که آیا عاملان ما با این دزدان هم دست هستند یا نه. باور نمی کنم که آنها به متکای به چنین عمل جرأت کنند. با حسین بین اعلی: آنها باید اینجا هم از پشتیبان برخوردار باشند. بنابر اطلاعات رسیده آنها قصد بخارا هم دارند. ابوزکریا: وضع چنان است که نمی توانیم بر رامیتن و برکت رسول بفرستیم. آنها بر افزا مسلط می باشند. امیر اسماعیل: پس چرا انتظار بودید؟ آیا تحقیق کردید که سبب این ایشیان و شوریدگی چیست؟ باید سببی باشد، وگرنه راهزنی و غارت، دزدی و چپاول خوی مردمی وحشی صحرایی است. این خوی شبوش خوران و ملخ خوران است. انصاف دهید. ما خودمان ایشان را به چنین کار برانگیخته ایم. همه گونه عملی زیشت از بیداد سر میزند. مردمی که قرنهای زیاد بر ضد بیداد مبارزه می برد، امروز خودش عامل بیداد شده است. انصاف دهید. این فقط به گفتن آسان است. با این وضع نمی شود مراسا کرد. فردا تمام بزرگان، عاملان، قضات، عالمان مضافات اینجا حاضر شوند. خوشبختانه یعقوب لیث در غربی کشور درگیر جنگ است، وگرنه به هیچ زحمت خاک این دیار را می‌بیخت. و یا عاملان خوارزم از حال ما خبر ندارند؟ به ابوالفضل بن احمد: از فردا، نه، از امروز به کار قضات ولایت رسیدگی کنید. ابوالفضل بن احمد مروزی را همه شما میشناسید. ایشان دبیر ما هستند. به اسمت بن محمد مروزی اشاره کرده. ایشان اسمت بن محمد مروزی وزیر ما هستند. از این به بعد در مسائل امور دولتی به ایشان مراجعت فرمایید. ابوزکریا به ابوالحفص با آواز پست: امیرم، از ما بدگمان شدند و چنین میپندارم که دیگر به ما باور ندارند. ابوالحفص: این طور نیست. جنابشان به خطا بدگمان شدند. امیر اسماعیل خیلی خسته حالانه خیش را به تخت میرساند و به حالانه میشیند. همه خاموشانه انتظار فرمایشات امیر ایستادند. امیر اسماعیل بر روی یکایک می نگرد. امیر اسماعیل: من دیگر حرفی ندارم. اگر مسئله هست در میان بگذارید، وگرنه خیلی خسته شدم. حاضران یکایک از تالار بدر می روند. در نزد امیر اسماعیل بجوز اسمت و ابوالفضل دیگر کسی نمی ماند. حولی قلعه، چارباغ. امیر حرس به غلامانی که روی حولی قلعه به جنب و جول مشغولند و بار امیر اسماعیل را از عرابه ها پایین می آرند چیزی می فهماند. ابو نصر احمد از نزد قفس شیران خیش دور نمی رود. ابوزکریا با ابوالحفص و حسین بن اعلی صحبت کنان از قلعه بیرون می آیند. ابوزکریا با دیدن ابو نصر احمد به نزد قفس ها می آید. ابوزکریا: برادرزاده ما شیرگیر شدند. ابو نصر احمد را بالا می بردارد،
از جبینش می بوسد و باز به زمین می گذارد. ابوالحفص سری او را دستمال می کند. ابوالحفص: خیر مقدم امیرزادم، خوش آمدند نوری دیده. انشاءالله دیگر تیز تیز از همدیگر دیدن خواهیم کرد. ابونصر احمد: دیگر استاد من شما خواهید بود. ابوالحفص: انشاءالله ایشان را با فقه حنفی آشنا خواهم کرد. ابونصر احمد: من آن را فرا گرفتم. همه شادمانه می خندند. ابونصر مستر می ماند و به حیرت به آنها می نگرد. ابوالحفص: امیرم چی را آموختن می خواهند؟ ابونصر احمد: علم کلام را، ریاضیات و هندسه را، علم حرب را، همه چیز را دانستن می خواهم زبان وحوش را بفهمم تا دانم که چی می گویند. همین زمان از پنجره قلعه آواز زنی بلند می شود که ابونصر احمد را فرا می خواند. ابونصر احمد پسی درهای قلعه ناپدید می شود. ابوالحفص: شاهزاده ذکی می نمایند. حسین اعلی: بچه‌ای که در این سین با شیران بازی می کند از نظر حق دور نیفتاده است. 10-20 سرباز از قلعه بدر آمده به سوی دروازه می دوند. مردمی روی حولی قلعه بیچوال می شوند. حسین اعلی امیر حرس را که هنوز به کار فرمایی مشغول بود به نزد خویش می خواند. امیر حرس کاهلانه به نزد آنها می آید. امیر حرس: ایشان فرمایشی داشتند؟ حسین اعلی: بگو که بیرون دروازه چی مغل است و سربازان به کجا شتاب داشتند؟ امیر حرس: بازرگانان بیکند آمدن امیرم را فهمیده به دادخواهی آمدند. ابوالحفص به حسین اعلی: بروید حالی واقعه را بفهمید و از پی چاره آن بشوید. خدا نکند امیرم پیش از ما خبر یابند و طبعشان که به این هم خیره است باز خیره‌تر شود. حسین اعلی با شتاب سوی دروازه قلعه می رود و ابوزکریا و ابوالحفص نیز از پس او. 10-20 نفر مرد در قبای آزاده و کلاه خاص بخاریان، خنجرها به کمر حمایل، حسین اعلی را در میان گرفتند. آوازها از هر طرف صدا می دهند و حسین اعلی ایشان را آرام کردن می خواهند. آوازها از ازدحام: ما امیر اسماعیل را دیدن می خواهیم، داد می خواهیم، کارد به استخوانمان رسید. اگر حکومت قدرت حمایت مال و ملک ما را ندارد پس به خود ما اجازت دهد که از خودهامان حمایت کنیم. حسین اعلی: کلانتر شما کیست؟ بگذار او حال شما را عرضه دارد، باقی به خانه های خیش برگردید. آواز از ازدحام: تا به عرض ما رسیدگی نشود بر نگردیم. حسین اعلی: امیرم همه شما را بار دادن نمی تواند. از بین خود کلانتران را انتخاب کنید تا او از شما نمایندگی کند. آوازها از ازدحام: ابو جعفر سالار، بو جعفر سالار، بو جعفر سالار. حسین اعلی: خواهش می کنم دیگرهاتان به منزلهای خیش برگردید. کسی از جایش نمی جنبد. حسین اعلی: شما به آرامش شهر لطمه می زنید، به دیههای خیش برگردید. آواز از ازدحام: ما از این فریب ها را بسیار خورده ایم. تا امیر عادل به دادمان نرسد به جای نمی رویم. ابوالحفص به نزد حسین اعلی می رود و در گوشش چیزی می گوید. حسین اعلی: بو جعفر با من بیاید. آنها درون می روند. ابوزکریا مشوش خاطرانه به ابوالحفص اعتبار نداده از پس اعلی به قصر می درآید.
шумо гуфтори ҳаштумро аз рӯи романи нависанда муҳаммадзамони солеҳ девори хӯросон дар қироати ҳунарманди халқии тоҷикистон қурбони собир шунидед. коргардон илҳом кенҷаев. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед дӯстони азиз.